350 میلیون فقط برای یه کوتاهی مو. آرایشگر شخصی پسر رونالدو برای اینکه کله جونیور جان رو صفا بده هر دفعه $5000 میگیره. یعنی برای کاری که نیم ساعت هم وقتشو نمیگیره هفته‌ای 350 میلیون ناقابل پول به جیب میزنه. حالا برقاتون میریزه اگه بهتون بگم اندروتیل یک بار برای اینکه کله کچلش رو اصلاح کنه 650 میلیون تومان دستمزد داده به آرایشگرش. یعنی طرف واسه اینکه با یه دستمال کله کچلش رو گردگیری کنه 650 میلیون پول گرفته. حتی همین رامین رضاییان خودمون هم هر 2 هفته یه بار 20 میلیون تومان واسه مدل موهاش خرج میکنه. کلا این روزا آرایشگری یکی از پولسازترین شغلای دنیاست و اگه توش حرفه‌ای باشی بدون هیچ ابزار کاری تو همین ایران هم میتونی تا 150 میلیون تومان در ماه ازش درآمد داشته باشی. برای یه آرایشگر حرفه‌ای شدن فقط کافیه یه ماه زیر نظر آکادمی مهبد آموزش ببینی. این آکادمی اولین مدرسه تخصصی آموزش آرایشگری و چندین ساله که تو ایران و آمریکا فعال و بیش از 40,000 دانشجوی موفق هم داشته. از اونجایی که مدرکشون هم بین‌المللیه، حتی اگه قصد مهاجرت هم داشته باشی هم حسابی به کارت میاد. اگه تو هم به این حرفه علاقه‌مند